چکوی سپردگی ما کرد زبان. نورخان و رحمان قربانعلیوف دو برادر چوپان 3 سال است که به دادستانی دعوت می شوند. هر دفعه در دادستانی آنها را به تصرف مالی دولت متهم می کنند. مفتشان گفتند که نورخان 95 و رحمان 34 گوسفند خواجگی را از خود کرده اند. آنها با امر دادگاه جبران این ضرر را پرداخته اند. 1 سال بعد دادستان فرخار رحمان قربانعلیوف را با اتهام از خود کردن اموال غیر 2 ماه به حبس گرفت. بعد این رحمان 168 سر گوسفند را به خواجگی برگردانید و طبق قانون عفو آزاد شد. حالا دادستان فرخار رحمان و نورخان قربانعلیوف را بار سوم دعوت کرده گفته است که 372 سر گوسفند در گردنشان باقی مانده است. نورخان و رحمان حکم دادگاه دادستان و مکتوب خواجگی زادپروری را در دست دارند و میگویند طبق این سندها آنها دیگر از خواجگی قرضدار نیستند. ای بی سوادی ما میبینیم ما هم تری میکنم. هر سال ما بودم مال بسپاره مال کم آمد بسپاره. این هم حکم دادگاه ناحیه فرخار در باره 2 برادر است. 2018 ما سپردیم برقرار کردیم همه شد. که کم پروکرور علیش میکنه یا فریاد میکنه در اداره پروکرور. نه 3 سال چی پروکرور. ماه دکبر سال 2020 دادستان ولایت ختلان خواجگی زادپروری حصار را تفتیش کرده بود. ضمن سنجش برادران نورخان و رحمان نیز به دادستانی دعوت شدند. این 2 برادر چوپان میگوید که بعد نشان دادن حجت ها دیگر آنها به پرسش دعوت نشده بودند. 149 سر کم آمد شده که 2018 195 برقرار کردم. 54 شد خیلی چی داشتم نکلادن پکنادن داشتم خیلی دیدن اکبر زبرم خراب دیدن. خیلی پوک در چوش نما که 95 برقرار کردم 54 شد دیدن. با نه 74 تا قرضدار میگم. ما کجا من ایران نمیدونم عموما چه زمین رشد کردم رو اومدم من شده. حالا 2 برادر چوپان از فشار نسبت به خودشان شکایت دارند. میگویند که از دعوت‌های دادستان خسته شده اند. نورخان میگوید دیگر نمیداند که کی قضیه آنها از خواجگی به پایان میرسیده باشد. رادیوی آزادی 8 ایون به دادستان ناحیه فرخار طریق پشته الکترونی مکتوب رسمی ارسال و به متخصص پروکراتور خبر داده شده بود. ولی تا حال از دادستان پاسخی نیست. خواجگی زادپروری حصار سال 1952 تأسیس یافته به پرورش نوعی گوسفندان حصاری مشغول است. سال 2011 با فرمان پرزیدنت این خواجگی زیرتابع دستگاه اجرایی پرزیدنت شد. آخرهای سال 2020 این خواجگی را زیرتابع آژانسی تأمینات اموال مخصوصی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گردانده اند. حالا در این خواجگی 7000 سر گوسفند پرورش می‌یابد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، فرخار.